پارک جوهور اشتباه کردن. عبدی صاحب توپه، 2 در مقابل 2. بشار اونجا هست، بزن عبدی، میزنه عبدی گل برای پرسپولیس ایران. فریاد ایسان کثیر، همون بزن عبدی گفتم شد. این بار به کی میزنه؟ این بار میزنه به اولسان. 1-3. شادومان عالی کار خودش رو انجام داد. مهدی عبدی شاه داماد فوتبال ایران دروازه اولسان رو باز کرد. ما تو فینالیم، 1-0 جلو میافتیم. 45 دقیقه تمومه. ببنده مسیر شیری، توپ رفت بیرون. خطاه؟ نظر داور چیه؟ میگه وی آر هم هست و نکته‌ای باشه بهش خواهند گفت. ایوان داور قطری با هم می‌بینیم صحنه‌های قبلی رو. روی این صحنه فکر کنم مشکوک بودن بازیکن تیم اولسان و اعضای کادر داوری که اینجا شاید نوراللهی زده مثلا بازیکن اولسان رو دارن چک میکنن داستان رو با همون وی ای آر. نفس‌ها در سینه حبسه که چی میشه این اصلا هیچ ماجرا. به نظر برخورد نمی اومد تو صحنه که شاهد بودیم بین نوراللهی خودش میره ببینه داور قطری. چیزی نشد آخه. نمیدونم چی بگم واقعا تو این صحنه که الان استرس هممون بالاست. داره بازبینی میکنه صحنه رو آقای بابا هیچی نشد. عبدالرحمن جاسم قطری که چه اتفاقی خواهد افتاد. پنالتی بوده یا نبوده؟ برخورد بوده یا نبوده؟ چی دیگه؟ علی آقا میگه نیست یعنی نبود برخورد. وی ای آر رو دیدم، پنالتی گرفت. پنالتی گرفت واسه تیم اولسان. نخورد به دستش. پنالتی گرفت داور. خطا دیده توی اون صحنه و پنالتی رو گرفت به نفع تیم اولسان. چه ثانیه‌ای، چه لحظه‌ای، چه موقعی. آخه خطای چیو؟ ببینیم با احمدو زد احمد نوراللهی اونجا پای بازیکنو. من فکر کردم دست سعید. وی ای آر بلای جون ما شد تو این صحنه. یه ایران الان نگاهش به این ضربه پنالتی هست. 49 دقیقه از زمان بازی گذشت. سود میزنه داور قطری. جونیور بگیرش حامد لک، بگیرش حامد لک. باز شد مثل 1-1 تقابل پرسپولیس و اولسان. کیم این سونگ پشت محوطه جریمه، دفاع رو میخواد به هم بریزه. انتقال بازی به جایی که لیچون یونگ هم هست. یه ارسال بلند پشت همه حضور داره بازیکن تیم فوتبال اولسان. تو به دست میگن خورده، دسته اومد بالا اما تعادلش رو از دست داده بود بازیکن پرسپولیس. میخواست از اون ضربات آکروباتیک و نمایشی بزنه. جونیور پینتو بازم فکر کنم رفتم وی ای آر به خدا، چون به دست بکنم خورد. با دست اصلا رد کرد توپو بازیکن پرسپولیس. اینجا شیری توپ به دستش ثابت. پنالتی رو میگیره الان، پنالتی رو میگیره. چرا اینجوری پریدی مهدی جون؟ قربونت برم من آخه با این دست کاملا باز میرم واسه گرفتن یه پنالتی دیگه بر علیه پرسپولیس ایران. بله توپ 100% به دست خورد. دست راستش اینطوری باز شد. شیری قشنگ دیده، خودش هم میگه دیدم و پنالتی رو میگیرم. مثل آب خوردن دومین پنالتی. اون چیزی که فکرشو میکردیم داشت میشد در این مسابقه، اما اینجا شیری به این شکلی به دستش خورد و به امید گرفتن پنالتی. اولی رو که عالی رفت و گرفت، از دستش توپ در اومد. بازم جونیور پینتو مقابل حامد لکه، میگیرتش حامد یا نمیتونه این کار رو انجام بده. سوت داور، حرکت بازیکن تیم اولسان، حامد لکه مقابل داره با این بار خلاف جهت. 2-1 به نفع تیم اولسان. هیوندای کره جونیور نگراو که بهش پینتو میگن دروازه پرسپولیس رو باز کرد. بذارید منم سکوت کنم تا تموم بشه این بازی عجیب و غریب و تیم اولسان هیوندا قهرمان آسیا میشه و 2-1 از صد تیم فوتبال پرسپولیس میگذره و حرفه‌ای‌تر عمل کرده. که شما گفتی هیچ ارزش‌های بچه‌ها کم نمیشه، نه کادر فنی نه بچه‌ها، تمام مسئولین. ولی به نظر من تیم داور به نظر من یه مقدار کندومتی کرد. پنالتی اولم میتونست نگیره ولی دومی 100% بود. بعد شما تیمی نبود که مثلا بتونن، بچه‌ها سوار بودن روشون ولی بعد از کنارا بیشتر سان میکردن. حالا تو موقعیت اونا هم موقع تو لو میدادن همه چون دادن زمین خودشون، مخصوصا گل دوم زدن یه آزادی دفاع میکردن.